واقعا اونی که از دیده بره از دلم میره. فیلم شب یلدا رو دوباره نشستم مرور کردم. به نظرم شب یلدا فقط یه فیلم نیست، نمایش یه درده. تنهایی حامد، وابستگیش به دخترش، وابستگیش به خانواده‌اش، کاری میکنه باهات که با تمام وجودت درد فاصله رو احساس بکنی. از یه جایی به بعد فیلم مدام به این فکر میکردم که من چجوری میتونم فاصله، دوری از دخترم دنیز رو تحمل بکنم. این روزا که خیلی همون به مهاجرت فکر میکنیم، به زندگی بهتر، آدم با خودش احساس میکنه که هزینه این بهتر شدن چیه. زود برگردین ایران. برگردیم؟ مگه من آلت دست تو هم؟ نه من آلت دست تو هم. شاید مهاجرت بتونه خیلی چیزا رو درست بکنه، اما مسلماً فاصله رو هیچ هواپیمایی نمیتونه کم کنه. برای همین شب یلدا یه یادآوریه که بعضی آدم‌ها، بعضی صداها، بعضی لحظه‌ها اگه از دست برن شاید هیچ وقت برنگردن.